شاه هاماوران که هم مالشو باخته و هم دخترش رو در دل آتش گرفته بود. برای همین نیرنگی در سر پروراند و مهمانی بزرگی برگزار کرد و کاووس رو به مهمانی فراخواند. سودابه که پدرش رو میشناخت به کاووس گفت به این مهمانی نرو، ولی کاووس باور نکرد و همراه با بزرگان و سران سپاه به شهر شامه رفت. یک هفته در شامه به بزم و خوشی گذشت تا روز 8. شاه هاماوران با یاری سپاه بربر که در شهر پنهان شده بودند کاووس و همراهانش رو درون کاخ غافلگیر کرد و همه رو در دژی بر نوک کوه زندانی کرد. پس از اونم فرمان داد تا دخترش سودابه رو به کاخ پدر بیارن، ولی سودابه که نمیخواست به کاخ برگرده پایداری کرد و در پایان شاه هاماوران فرمان داد تا سودابه رو هم درون دژ همراه کاووس زندانی کنند. بدان دژ فرستاد کاووس را همان گیو و گودرز و هم توس را. سپاه ایران که سرانشون و کاووس رو گرفتار دیدند از راه دریا خودشون رو به ایران رسوندند و خبر این رخداد سراسر ایران پخش شد و از آنجا به گوش افراسیاب تورانی هم رسید. شاه توران برای گرفتن تخت ایران فرصت رو غنیمت شمرد و با لشکر بزرگی از توران به سوی ایران تاخت. افراسیاب 3 ماه در جنگ بود و همه لشکر و سپاه از هم پاشیده ایران رو شکست داد. از جای جای ایران مردم به سوی زابلستان رفتند تا از رستم یاری بگیرند و از اون بخوان که ایران رو نجات بده. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه جای جنگی سواران بودی، نشستنگه شهریاران بودی. کنون جای سختی و رنج و بلاست، نشستنگه تیچنگ اژدهاست. کسی کس پلنگان بخورده است شیر، بدین رنج ما را بود دستگیر. رستم که آگاه شد بسیار غمگین شد و گفت من هر زمان برای ایران آماده جنگم، ولی نخواست باید از کاووس خبری بگیرم، سپس ایرانو از وجود تورانی ها پاک کنم. پس نامه تهدیدآمیز برای شاه هاماوران نوشت و از دستاوردهای خودش در مازندران گفت و خبر داد که به زودی برای رهایی کیکاووس به هاماوران میاد. برای تماشای ویدیوی کامل میتونید از بیو پیج به کانال یوتیوب سرزمین مادری برید